سلام. امروز میخوایم راجع به یکی از بهترین بازیکن‌های تاریخ صحبت کنیم. لیونل مسی تو شهر روزاریوی آرژانتین به دنیا اومد. تیم اولش گرانادولی بود. بعداً به تیم ریور پلاته پیوست. یکم که بزرگتر شد فهمیدن دکترها که این آدم مشکل هورمونی داره و سیستم رشدش به مشکل خورد. مسئولین تیم بارسلونا از وجودش باخبر شدن و اولین قرارداد لیونل مسی با بارسلونا روی یک دستمال کاغذی ثبت شد. مسی در لاماسیا مدرسه فوتبال پیشرفت کرد. اولین گلش برای بارسلونا با پاس گل رونالدینیو ثبت شد. اولین گل در جام جهانی سال 2006 از افتخارات لیونل مسی 8 توپ طلا، 6 کفش طلای